المسألة الرابعة مسألة چهارم هل يقصر من و اقامته کسی که نیت اقامت یعنی که زیستن بودن رو یکجا دارد نماز رو قصر میکند نماز رو قصر میخواند اینجا سوال میشود کسی که نیت اقامت یا که استقامت میکند مسئله مفصل است و شرح آن چنین است اگر نیت اقامت مطلقه باشد یعنی نیتی بودن در یک جا در سفر بودن رو ندارد فکر نمیکند در آنجا اقامت زندگی کردن رو نیت کرده است پس در این حالت نماز رو قصر نمیخواند بلکه نماز رو پورا میخواند زیرا سبب قصر کردن از بین دیگر میرود همین طور اگر نیت کند که زیاده از 4 روز اقامت میکند یا اینکه برای اجرای یک کاری مشخص میرود و گمان میکند که این کارش به اتمام بیابد و باز بگردد تا وقتی که اون کارش به اتمام نرسیده است اقامت نماز رو قصر میخواند و سبب آن زیرا که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که به مکه مکرمه رفتند در آنجا 21 نماز را 4 شبانه روز قرار گرفتند در آنجا قصر خواندند و او صلی الله علیه و سلم در روز 4 ذوالحجه آمد تا روز ترویه یعنی روز 8 ذوالحجه ماند 4 روز آنجا قرار گرفت در آنجا نمازها را قصر خواندند پس هر کسی که مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم یا کمتر اقامت میکند نماز را قصر میگذارد و هر کی بیشتر از 4 روز را نیت کند علما گفتند که نماز را پورا میخواند احمد ذکر کردند در مقد این مجلد 2 صفحه 136 ذکر شده است و همچنین در مجمع فتاوی ابن باز و از انس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود میگه اقیمنا بمکه 10 نقصر الصلاه ما در مکه 10 روز اقامت کردیم که نماز را قصر میخواندیم و معنای این گفته آن است که 10 روز آنها از برای حج یا که عمره وارد مکه شدند و نماز را قصر خواندند یعنی در آنجا نیت مقیم بودن را نکرده بودند اما کسی از برای اجرای یک کار استقامت کند اما نیت اقامت بیش از 4 روز داشته باشد و نمیداند که کار وی کی تمام می شود پس در این حالت نماز رو تا وقتی که هست قصر میگذارد یا با ظلم یا با باران شدید یا با مشکلات دیگری در جای نگاه داشته می شود حتی اگر سالها هم بگذرد نماز را قصر خواندن برای جایز و رواست و ابن منذر گفته است که علما اتفاق دارند که مسافر تا وقتی که نیت اقامت کامل نکند نمازش را قصر میخواند مثلا تو از برای یک کار سفر مینمایی یا که در جای تو رو از باب ظلم زندانی میکنن محکم میکنن یا که یگام باران یگام مشکلات پیدا میشه که تو نمیتوانی از آنجا برایی تا وقتی که قرار داری اگر سالها هم باشه تو میتوانی نماز را در آنجا قصر بخونی برای جواز است برای تو در این حالت جایز است